سلام رفقا، من امیر تیرکسم و خوش اومدید به این ویدیو. رفقا توی این ویدیو مود انیمیشن یا همون اکشن اند استاف رو براتون آوردیم. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید، بهم خیلی انرژی میده و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، اول از همه مودو که من داخل چنل روبیکا میذارم. اول از همه مودو که دانلود کردی میاد بخش ستینگ، بعد میاید بخش گلوبال ریسورس، این مای پک رو میزنید. ببین من نسخه 1.9 رو دارم. نسخه 1.9 رو دارم. بزنید اکتیویت همچین چیزی. این از این. خب حالا سب میکنیم لود شه. ببینید خلاصه بگم خب الان آورد میشه وید اکشن استاف. میاید اون مپی که دارید، من این مپ خودمه، اینجا ریسورس پک. این مودو فکر کنم داشتم، نه میاید این و این 1.9 اکتیو میکنیم. فکر کنم اومد. آره از اینجا اومد. حالا پلی رو میزنیم، میریم ببینیم چی میشه. خب بالا بیار، بیار برو گاز بده. خب رفقا، این هم از مود انیمه. ببینید تکسچر و اینا عوض شده، حرکت اسکین و کاراکترتون تکون میخوره. و من چیزی که ازش خوشم اومد اینش بود. ببین تورچ، حاجی تورچشو ببینید پشماتون میریزه. تورچ و لنتن رو میارن. ببین این لنتن چیز، این کمپ فایرشه، این هم تورچش. های نگاه تورچشو نگاه چه خفنه. اینجوری میگیرد از لنتنشو. اصلا کلا به جورت میگم خفن ترین مود گیمه. بعد به غیر از اینا کلی از ایناش تغییر کرده. مثلا حالا من این شیدر پک رو زدم، این تورچ نور میده. شیدر هم براتون میفرستم که اگه خواستید بذارید خودتون. خب رفقا، الان من به این چیزای دیگه آب خوردنشو بریم. چیزای وایسید اینم آرموراشه، نترایت و حالا زیاد اسپویل نمی کنم، خودتون ببینید. یه چیز خفنی که داره الایترشه باشتا. اینم شبش خیلی خوبه. البته من شیدر پک زدم. خب بذار روزش کنیم. خب ببینید الایتراش هاجی، الایتراشو نگاه الایتراش یه نور مانندی میده. وایسا اینم میری بالا مثلا سقوط میکنی. نه الایترا داره. ببین زیاد کار با الایترا رو بلد نیستم. خب کجا بودیم؟ اینجا. خب بعد مثلا انیمیشن مابا، مثلا مرغ و گاو و خوک و بز و اسب، همه مابا. ببین این اسبشه. این هم گوسفندشه، خیلی خفنه. این خوکو ببین نگاه چه جوری غذا میخوره. گاوش هم که نه اون گاوش. کلا به جورت میگم، بازم میگم خفن ترین مود بازیه. خب حالا چیا داره؟ تختش هم تست کنیم. تخت سرخ قرمز. خب تختش زیاد جالب نیست ولی تکون میخوره. ببینید تختش تکون میخوره.
یه مثلا گیم پلی سوروایو حال میده باش بری. مثلا از این فشفشه هاشو بگم عوض شدن. دیگه چی بگم؟ استخونش، بعد گوشت خوردنش. وایسا اسپویل کردم همه رو که. بعد آب خوردن. آب آجی خیلی خفنه کلن از اینا. آبش کو بفرم. ببین این استخون آب خوردنشه، نگاه. یه انیمیشن مانندی دور چیز ایجاد میشه. بعد این نگاه، این پوشنه هست که بهتون XP میده. یه انیمیشن مانندی داره، نگاه کنید. خب این هم گوشت خوردنشه، حالا گوشتش خامه. این تورچشه. این الایترها رو بکنم. بعد دیگه چی داشت؟ حالا زیاد اسپویل نمی کنم، خودتون برید ببینید، خدایی خیلی خفنه. اینم وقتی که مثلا تو کریتیوی، این یه حالت روح ماند. بعد بچه ها چیزشو ما سقوطش نگاه یه انیمیشن قشنگی داره، انیمیشن خیلی خفنی داره. هم شنا کردنش بود و همین دیگه، خیلی خفنه. خب رفقا، این هم از مود اکشن اند استاف، نسخش 1.9 1.10 هم اومده و تونستم براتون میذارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فایل مود رو گفتم میذارم داخل چنل روبیکا. چنل روبیکا توی توضیحاته. و تا ویدیو دیگر، بدرود.